یه بار یک سخنرانی داشتم، دختر یکی از دوستان ما رو عرشی کشتی، از این میلیاردرهای ایران ها روی عرشی کشتی برای چیز عقد دخترشون کلی 300-400 تا از دانشجوها جمع بودن، ما هم مالی یه صحبت روانشناسی برای بچه‌ها کردیم. بعد این استاد رفیق من گفت دکتر یه دستی به این دانشجوها بزن. همینطور که ما داشتیم راجع به فرایند روانشناسی پسرها و دخترها حرف میزدیم، یه مرتبه گفتم که از نظر روانشناسی ثابت شده که اگر دختر یا پسری بیش از 2 بار همدیگر رو دوست دیده باشن، معمولا توی کف دست چپشون یه علامت به اضافه مانند پیدا میشه. دیدم همه دارن اینطوری